سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیوی من. قراره با هم دیگه توی این ویدیو بهتون یه سری فکتای ترسناک رو بگم که من موقعی که داشتم اینا رو میدیدم و میخوندم پشمان خودم ریخت. بریم سراغ اولین فکت. من توی این 14 تا فکت نوشتم، من بخونم. کسایی که توی خون انسان حمام میکنن هیچ وقت پیر نمیشن. از این فکت من یه سوال دارم. یعنی چی هیچ وقت پیر نمیشن؟ اولش که یعنی همیشه زنده میمونن و کسی هست که توی خون انسان حموم کنه؟ چیز عجیبی بود واقعا. بیشتر قاتلا متولد بهمنن. کیا بهمنین؟ اصلا من راستش رو بگم یکی از دوستان بهمنیه و پدرم هم بهمنی هستش. پدرم قاتله. یعنی اینا همشون فکر نکنم خب فکتاشون درست باشه، نمیدونم. بریم واسه بعدی. نوشته خالهایی که روی بدنت هست عشق توی زندگی قبلی بوسیده. اینو من خیلی شنیده بودم و اینو میگن واقعیه. من جایی که خاله هم یکی اینجاست کو چه پیدا نیست توی تو اینه نزدیک اینجا یه دونه خال دارم. چند تا روی دستم هست، یکم رو پامه، نمیتونم نشون بدم، پشت پامه. چیز بعدی، فکت بعدی، میزان استرسی که یه دانش آموز دبیرستانی داره بیمارای روانی در سال 1950 داشتن. کیا دبیرستانی هن؟ بگید کدوماتون دبیرستانید. اشتباه خوندم، ببخشید. فقط 6 نفر عین خودت وجود دارن. چقدر بد میخونم. یعنی منظورم اینه که 6 نفر آدم دقیقاً چهره خودته، نه یکم این برتر نه یکم تر، این مدل صورت خودته هست وجود دارن. عجیبه چقدر. آدم نمیتونه به رنگ جدید فکر کنه. واقعیه. چون نگاه تو هر رنگی رو بگی هستش. آبی هستش، بنفش هستش، نمیدونم سرمه‌ای هست، کالباسی هست. مثلا نگاه رنگای اصلی که نمیدونم خب چطوری اختراع شده، ولی مثلا مثل کالباسی و هلویی و زیتونی و اینا رو از روی غذا دیگه برداشتن رنگشو و درستش کردن. بعدیش چیه؟ چند سالت بود فهمیدی شعله آتش سایه نداره؟ من همین حالا فهمیدم، واقعا همین حالا فهمیدم. خب بریم واسه فکت بعدی. خب میگه که هر آدمی نزدیک 15 تا نیمه گم شده داره. عجیبه، معلوم نیست مگه میشه 15 تا نیمه گم شده؟ نمیدونم. 99% آدما با دوستش صمیمیشون عکس ندارن. به نظر من این واقعا واقعیه، چون از من اینطوریم، یعنی با دوست صمیمیم عکس ندارم. و نگاه کن خب دیگه وقتی میری پیشش همه حواست اینه که گوشی رو میبوسی میذاری کنار، باش حرف میزنی، که اصلا کار به اون نداری.
بعدی نوشته 78% آدما همونقدر که خندیدن گریه کردن. ولی نمیدونم مثلا یه آدم رفته دیده که این خندید، این 2 بار خندید، این 3 بار گریه کرد، طوری میشمارن یا نمیدونم چطوریه. اکثر آدما که خیلی به رنگ قرمز و سرخابی علاقه دارن تو زندگی قبلیشون خوناشام بودن. کسی هستش که اینجا به رنگ قرمز علاقه داشته باشه؟ من که نه. قرمز و سرخابی بدم نمیاد ولی اون طوری بهش علاقه ندارم. بعدیش میگه که سندروم بوی ماهی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی افرادی هستن که از خودشون بوی ماهی ترشح میکنن. شما تا حالا همچین کسی دیدید که از خودش بوی ماهی ترشح بکنه؟ اگه دیدید توی کامنت ها حتما بنویسید ببینم واقعیه این یا نه. وای این خیلی باحاله. میگه هر وقت که میترسی چند تا از مو توی بدنت میریزه و جمله وای پشمام ریخت واقعیه و واقعا توی بدنت وقتی میترسی چند تا از مگه اصلا تو بدن داره نمیدونم چند تا مو تو بدنت میریزه. پس این واقعیه. چهره الان شما چهره کسی بوده که توی زندگی قبلی عاشقش بودی؟ یعنی من عاشق این چهره بودم؟ نمیدونم. یک انسان به طور میانگین توی زندگیش از بغل 36 قاتل رد میشه. واقعی مثلا تو همینطوری داری توی خیابون راه میری یه کنار دیو یه قاتل رد میشی، چه با ماشین چه پیاده. واقعا چیزای جالبی بود. اگه به نظر شما جالب بود حتما دکمه لایکو بزنید. خب بچه ها اینم بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. کلی دوستتون دارم دیگه. تا ویدیوی بعدی با من خدافظ.